خیانت عروس نو در روز توی و در شب اول که شاهبچه او را یعنی که عروس را با دوست داشته‌اش دستگیر کرد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم که اولا این قصه ما را با دقت خوب تا آخر گوش کنید و بعدا فکرهای خود را در کامنت‌ها نویسید که مقصد این گفته های من در جوان روز تویش خرسند به خانه عروس می روند و در آنجا می نشینند. وقتی عروس را نزد این جوان می آورند برای نکاح کردن، جوان هنگامی عروس را می بیند و می گوید من با این دختر عائله برپا نمی کنم و نمی خواهم که در نکاح من باشد. از شنیدن این سخنهای جوان همه در حیرت می مانند و می گویند که سبب این گفته های تو در چیست و جوان باشد با قهر و غضب به خانه‌اش برمیگردد و پس پدرش داد میزند. میگوید که من او دختر را نمیگیرم و نمیخواهم که او همسر من باشد، زیرا من او را گفته بودم که چنین لباس نپوشد. پدر و خویشاوندان پدر که همه در آنجا بودند از شنیدن این سخنها خیلی در حیرت میافتند و میگویند که تو چی ها میگویی پسرم و سبب این گفته های تو در چیست؟ همینطور جوان یک به یک نقل میکند. میگوید که من پیش از توی به دختر گفته بودم که لباس عروسی باور کن که مثل سطر اسلامی باشد، اما صد افسوس که او لباس باور کرده است که کتف و گردن او میتابد و باره با یک توی دوستم رفتم و عروس را که با شه بچه از خانه بیرون برآوردند، جوانهایی که در گرد و اطراف من بودند همه میگفتند که وا ببین چگونه تنه سفید داشته است، کاش میشد یک بار با این همخوابه میشدم، کاش میشد یک بار با این دختر استراحت میکردم، خیلی خوب میشد و چون این سخنها را گفت. باره من این سخنها را که شنیدم تصمیم گرفته بودم که وقتی من عائله برپا کردم حتما لباس عروسی مثل سطر را ببر میکنم، اما من به او دختر گفته بودم که چون این کار را نکن. ببینید که دوستان عزیز، وقتی هر یک جوان عائله برپا میکند یعنی که زن میگیرد، وقتی همه عروس را که میبینند گردنهای او تا کتف میتابد، البته هر یک جوان از دلش چنین سخنها را میبرارد و هست جوانهایی که میگوید که واه ببین چقدر سفید بوده است، باید دیگر صحبت میکنند، اما هست مردانی که چنین سخنها را برداشت کرده نمیتوانند، زیرا غرور آنها، ناموس آنها نمیخواد که چنین شود. و از شما خواهش میکنم که وقتی هر یک جوان که زن میگیرید، خداوند همه شما را خوشبخت کند، ولی لباس عروسی را خوب ببر کنند، زیرا هست بعضی لباس عروسی که از دیگر دولت ها هست، از ما نیست.